سلام، بیا اینجا داداش. یه کار دارم، بیا نترس، بیا. خوش اومدی. داداش میخوام یه چیز بهت یاد بدم، خیلی به دردت میخوره. برای اونایی که آیفون بازن، حالا این یه نمونه است. یعنی میخوام یه نرم افزار بهتون نشون بدم، ولی شما هر نرم افزاری میتونید جای این بذارید. بیا داداش. میتونی قسمت شورتکات، نرم افزار شورتکات داریم تو آیفون. خب میبینید اینجا. رو پلاس میزنین و اینجا اوپن اپ رو انتخاب میکنین روی جمینای یا هر نرم افزاری که خودتون دوست دارین. ما جمینای داریم انتخاب میکنیم. و اینجا حالا میخوایم بهش بگیم که با جمینای چیکار کنیم. تو استارت اکشن میزنیم و اینجا جمینای سرچ میکنیم و گزینه تاک لایو ویت جمینای رو میزنیم. خب الان این ساخته شد. یه اسمی هم براش میذاریم، مثلا میذاریم جمینای 3 یا هر چیزی، چون من 2 تا ازش ساختم، این سومیه. حالا اینجا شورتکات ما آماده است، میایم بیرون. اگر من 2 بار دابل تپ کنم میتونم الان باهاش صحبت کنم. سلام، حالت خوبه؟ سلام، الحمدلله. شما چطوری؟ امروز میتونم چه کمکی بهتون بکنم؟ خب بسته، ساکت شو. حالا ما چجوری اینو فعال کردیم؟ ما شورتکات رو اینجا فعال میکنیم. بعد میایم اینجا تو ستینگ، تو قسمت ستینگ میایم سرچ میکنیم دابل تپ یا هر چیزی که خودتون دوست داشتین. و تو قسمت دابل تپ که میایم، اون جمینای 3 که ساختین اضافه شده. اگر روش کلیک کنیم، من رو جمینای 1 ساختم، اگر روش کلیک کنیم با 2 بار دابل تپ کردن این فعال میشه و مستقیم میره تو صحبت کردن با جمینای. درست نمیگم جمینای؟ کاملا درسته. صحبت کردم با من مثل یک گفتگوی ذهنی. خب بس دیگه. خیلی خوشحال شدم. اینا رو یاد بگیریم، به کارتون میاد. جمینای هم جدیدن زیاد صحبت میکنه. خداحافظ.